سلام به همه. دکتر مهدی مطهرنیا، استاد علوم سیاسی و آینده پژوه، پیش بینی کرده که در پاییز امسال ایران شاهد موج تازه‌ای از اعتراضات خواهد بود. اعتراضاتی که به گفته او برخلاف گذشته میتونن تأثیرات عمیق‌تری بر آینده سیاسی کشور بذارن. مطهرنیا معتقده که ایران در آستانه یک دوره حساس تاریخ قرار گرفته. ساختار سیاسی موجود با بحران‌های بزرگ روبرو شده، از فشار اقتصادی و تحریم‌ها گرفته تا نارضایتی اجتماعی و اعتراضات مردمی. به گفته او این بحران‌ها به نقطه‌ای میرسن که دیگه با سیاست‌های کنونی قابل مدیریت نیست و درست همونجاست که زمینه برای شکل‌گیری یک دولت گذار فراهم میشه. اما دولت گذار یعنی چی؟ دکتر مطهرنیا توضیح میده که دولت گذار یک ساختار موقت و کوتاهه، دولتی که هدفش نه حکومت دائمی بلکه مدیریت شرایط بحرانی و آماده کردن بستر برای تغییرات اساسی در آینده است. این دولت موقت معمولاً از ترکیب شخصیت‌های مختلف تشکیل میشه، چهره‌های مورد اعتماد جامعه، بعضی نیروهای سیاسی اصلاح طلب یا تکنوکرات‌های حکومتی و حتی نماینده‌هایی از بدنه اجتماعی. وظیفه اصلی این دولت گذار سه چیزه: 1. آرام کردن فضای کشور بعد از اعتراضات. 2. برقراری نظم موقت. و 3. آماده سازی شرایط برای تغییر ساختار سیاسی. مطهرنیا میگه اعتراضات آبان و آذر فشار اجتماعی رو به اوج میرسونن و همین فشار باعث میشه حکومت برای جلوگیری از فروپاشی کامل به یک دولت موقت تن بده. به بیان ساده تر، اعتراضات به تنهایی تغییر ایجاد نمی کنن، اما مثل یک موتور محرک عمل می کنن که نظام سیاسی رو به سمت پذیرش یک ساختار جدید هل میده. از نگاه مطهرنیا همین مسیر میتونه سرآغاز تغییرات بزرگتری در سال 1407 باشه، سالی که او ازش به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران یاد میکنه.